انتخاب کنندگان گرامی، هموطنان عزیز، تحکیم بخشیدن دولتداری ملی، استقلال و آزادی، وحدت و یگانگی و ثبات و امنیت مهمترین مسئله های حیات جمعیتی ما در این مرحله محسوب می‌یابند. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان حقوق و آزادی های انسان و شهروندان را اعتراف کرده برای تطبیق ماده یکم کنستیتوسیا که برای هر یک عضو جامعه شرایط ارزنده و انکشاف آزادانه را مقرر کرده است تلاش می‌ورزد. ثبات سیاسی از رشد استوار اقتصاد ملی وابستگی عمیق دارد. از این رو تأمین رشد اقتصادیات یکی از وظیفه‌های مهمترین ما بوده. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان فعالیت خود را به عملی نمودن هدف‌های استراتژی مملکت روانه می‌سازد. برابر عملی گردیدن نقشه‌های پیش‌بینی شده در بخش اقتصاد، حل مسئله‌های اجتماعی افضلیت بیشتر کسب می‌نمایند. مسئله‌های تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، علم و معارف همچون سمت‌های استراتژی سیاست دولتی در محور سیاست حزب ما قرار دارند. مسئله فرهنگ ملی و اطلاعات در فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان مقام مخصوص را اشغال می‌نماید، زیرا فرهنگ ملی جزء جدا نشونده هویت هر یک خلق است. در شرایط جهانی شوی ما را ضرور است که برای از تحمیل عامل‌های منفی و مفکوره بیگانه ایمن نگاه داشتن فرهنگ ملی شهروندان را در روحیه خودشناسی ملی، افتخار وطنداری و شأن و شرف شهروندی تربیت نماییم. اینچنین در دایره برنامه حزب و برنامه پیش از انتخاباتی مسئله‌های تشکل اقتصاد سبز، حفظ محیط زیست، رقمی کنانی ساحه‌های اقتصاد ملی و خدمت رسانی‌های دولتی همچون سمت‌های افضلیتناک اهمیت کلیدی دارند. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان ضرورت تکمیل نظام قانونگذاری را شرط مهم پیشرفت جامعه حسابیده، بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی و تامین ولایت قانون را همچون طلبات اساسی جامعه شهروندی و فعالیت ثمربخش نظام سیاسی کشور اعتراف می‌نماید. حزب ما در پرتو سیاست روی آوردن به جوانان تدبیرهای مشخص را عملی کرده برای رشد ذهنی و جسمانی جوانان امکانات‌های مساعد را مهیا می‌نماید. بالا بردن نفوذ مملکت در عرصه بین المللی، ادامه دادن سیاست درهای گشاده و همکاری با همه کشورهای جهان در زمینه احترام اصول و معیارهای پذیرفته شده حقوق بین الخلقی هدف در فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در بخش سیاست خارجی به حساب می رود. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان حفظ دولت و دولتداری، تأمین امنیت ملی، تحکیم استقلال دولتی و توسعه وحدت و یگانگی خلق تاجیکستان را از همه ارزش‌ها بالاتر دانسته در این بخش بررسی و حل مسئله‌های زیرین را مهم می‌شمارد. گسترش خودشناسی ملی، افتخار وطنداری، شأن و شرف شهروندی و تقویت معرفت سیاسی، پیشگیری از ظهورات نامطلوب اجتماعی، مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رشد اقتصادیات کشور را اساس بنیاد جامعه عادلانه و پیشرفته می‌حسابد. از این رو تصمیم گرفته است که در تامین رشد استوار اقتصادی و بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم کشور، اینچنین اجرای موفقانه هدف‌های استراتژی دولت پیش‌صف و سهمگذار باشد. همچنین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برای نائل شدن به مقصد و افضلیت‌های معین شده در سالهای 2025 و 2030 عملی سازی تدبیرهای زیرین را ضرور می‌شمارد. پیشبرد سیاست اقتصادی با راه بلند برداشتن ثمره‌ناکی و رقابتناکی استحصالات وطنی، هوسمند گردانیدن فعالیت صاحبکاری، بلند برداشتن سطح زندگی اهالی، حفظ امنیت آذوقه‌واری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت، تطبیق سیاست انرژتیکی کشور به کشور ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری تاجیکستان، تکمیل نظام مالیوی کشور و تامین نمودن ثمره‌ناکی فعالیت بازار خدمت رسانی‌های مالیوی، مکمل گردانی نظام اداره‌کنی دولتی و تقویت روندهای هماهنگسازی سیاست رشد سیاحی و انکشاف انفراستراکچور آن، تشکل اقتصاد سبز، حفظ محیط زیست و بهداشت وضع اکولوژی. همزمان سیاست اجتماعی
بخش مهمی فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محسوب یافته، حزب ما تطبیق تدبیرهای زیرین را در این سمت ضرور می‌شمارد. حفظ اجتماعی اهالی، تندرستی و سالمی اهالی، شغل اهالی و مهاجرت مهنتی، تحکیم بازار مهنت، سیاست گندری و تحکیم بخشیدن عائله مورد قید است که توجه و غمخواری به علم و معارف و حل مسئله‌های وابسته به آنها سرمایه‌گذاری به خاطر رشد نیروی انسانی میباشد. از این رو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به خاطر رشد علم و معارف، بلند برداشتن معرفتناکی اهالی و باز هم بهتر گردانیدن سطح و صفت تعلیم، عملی ساختن اقدامات زیرین را در سمت علم و اینواسیا، معارف و تکمیل زبان آموزی ضرور می‌شمارد. تشکل نظام نوی رشد حیات فرهنگی جامعه یکی از بخش‌های مهمی فعالیت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به شمار رفته. حزب به رشد ساحه فرهنگ همچون تجسمگر سیمای عنعنوی معنوی خلق، متحد سازنده نیروهای ذهنی، بیانگر تاریخ گذشته و معاصر، آیین و عنعنه، دیگر مقدسات ملی، اینچنین تشکل دهنده اخلاق و آداب حمیده پیوسته توجه خاص ظاهر می نماید. همزمان با این حزب ما در دوره سالهای 2025-2030 رقابتناک گردانیدن ابزارهای وطنی و سایت اخبار عامه را در شرایط جامعه اطلاعاتی به خاطر حفظ فضای فرهنگی و معنوی مسئله مبرم می داند. سیاست جوانان و ورزش یکی از سمت‌های مهم و افضلیتناک حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان به شمار رفته. تطبیق با ثمر آن همچون کفالت دستیابی به هدف‌های برنامه‌ای حزب ارزیابی می‌گردد. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان فراهم آوردن شرایط مساعد برای رشد همه‌جانبه ذهنی و جسمانی جوانان، ترغیب طرز حیات سالم میان آنها، تربیت جسمانی و رشد ورزش را یکی از عامل‌های مؤثر تربیت جوانان در روحیه خودشناسی و وطنپرستی و معرفی شایسته کشور در عرصه بین المللی اعتراف می‌نماید. اینچنین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در سمت تکمیل قانونگذاری عملی کردن تدبیرهای زیرین را نیز ضرور می‌شمارد. تکمیل قانونگذاری کشور جهت تحکیم استقلال دولتی، وحدت و امنیت ملی، ثبات سیاسی و یگانگی تاجیکستان با در نظر داشت روندهای مرکب جهانی شوی و وضعیت جهانی معاصر، تأمین نمودن ولایت قانون، تربیت شهروندان در روحیه احترام نسبت به آن و در بین شهروندان تشکل دادن نظام استوار رفتار حقوقی، آشتی ناپذیری نسبت به همه گونه حقوق ویرانکنی و ناگزیری مسئولیت حقوقی، تکمیل دادن مکانیزم حقوقی مراجعت شخصان واقعی و حقوقی، از جمله استفاده دستاوردهای نوین علم و تکنولوژی با مقصد بررسی سریع و عادلانه مراجعت‌ها، ترغیب و تشویق قانونگذاری، رشد دانش‌های حقوقی و بلند برداشتن فرهنگ حقوقی اهالی، تکمیل نظام قانونگذاری کشور و به طلبات سندهای حقوق بین المللی مطابق نمودن آنها. همین طریق از همه شهروندان کشور دعوت به عمل می‌آوریم که در تطبیق این برنامه و فراهم آوردن آینده سازگار برای پیشرفت و سعادت خلق تاجیکستان یکجا با ما سهمگزار باشند.